मार्तण्डाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। واشی، مدیر دوبلاژ سحر تهرانچی. دادگاه محلی تریواندرو. هنوز نیومده. چرا؟ عجله کنی. وای. دیر کردم. ببخشید برید کنار. نفتی نشیدی وقت. ای بابا. آقا مگه جلسه شما بعدا نبود؟ توی کومار صبح بخیر. خب چیکار کنم؟ دلم طاقت نیورد دیگه. آقای وکیل شما کجا هستی؟ دادگاه 5 جلسه دادگاه تو دادگاه عالی بجام دیگه. معلوم از کجایی؟ لطفا برای متهم شرایطو از این بدتر نکن. تو دادگاه جلسه است. خیلی هم شلوغه. من با یه وکیل راجع به تو حرف زدم. بذار دوباره بهش زنگ بزنم باشه؟ اون با تجربه است دیگه نه؟ البته میتونی در این مورد به من اعتماد کنی بابا جان. اون سرش خیلی شلوغه. الان باید دادگاه باشه دیگه. سلام آقای کوما. آقای ابین الان تو کدوم دادگاه هستین؟ عزیز من اگه تو دادگاه بودم که جواب نمیدادم. اومدم تو کافه یه چیزی بخورم. دادگاه ها به زیر دستتون بدید و سریعا بیاین اینجا. یعنی موکلت به همین زودی رسیده؟ تا یه دقیقه دیگه خودمو میرسونم. نظر یارو به پراوشه. اینقدر چیک و مجلسی داری کجا میری؟ نگران نباش کار خاصی نیست. یه پرونده اول صبح. نه برای دادگاه عصره. تا صبح برش میگردم. سلام کوما. آقا ایشون آقای آنتو هستن. ابین متیو. آقای ابین متیو از دیدنتون خوشحالم. جناب ابین این پرونده رو من به شما میدم چون ایشون واقعا قلباً برای من عزیز هستن. تو هم زودتر صحبتاتو بکن که من خیلی عجله دارم. باید زودتر برم. کومار خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم. این حرفا چی؟ از پرونده بگی. میتونیم تو دفترتون صحبت کنیم؟ البته بریم به دفترتون. ببینم ماشین دارین؟ ببخشید دفتر من نه، منظورم دفتر شما. دفتر منو میگین؟ بله بریم دفتر من. بفرمایید. خیلی طول میکشی که غرامت بگیری؟ یه دقیقه اجازه بدین.
کسی دید که آقای ویجایانو بزنیش؟ نه آقا. خب پس ما میگیم که ویجایان حالت عادی نداشته و با پلیس مشاجره کرده. بعد میگیم که پلیس تا سرحد مرگ اونو زده. بعد اونو به بیمارستان میبرن و به خاطر جرمشون برای تو پاپوش درست کردن. اینطوری مسئله رو گردن پلیس میندازی. بله ابین. سلام، وکیل ابین هستم. تماس گرفتم بگم شما باید همین الان دفتر رو خالی کنیم. خب باشه؟ الان که نمیتونیم خالی کنیم، الان مشغول کار هستیم. بهونه نیارید، باید همین الان خالی بشه چون من با موکلم اما قرار الان دارم. کس دیگه ای داره ازش استفاده میکنه. این مسئله اصلا برای ما جدید نیست، درسته؟ نیازی نیست که بگم قانون نظرش در این مورد چیه. ها؟ خدایا چیزی شده آقا؟ سردرد خیلی بدی دارم. یه چیزی بخوریم؟ من تازه خوردم. خب پس بریم من یه چیزی بخورم، تو هم پولشو بده. باشه. بلند شو. ابین متیو، وکیل دادگستری. این شواهده که برای دادگاه مهمه. شواهد میگن که تو جرمی مرتکب شدی یا نه. وقتی شواهد و مدارکی علیهت نیست پس لازم نیست نگران باشی. دفترم از این طرف. فکر میکردم دفترتون بزرگتر باشه. اندازه دفتر مهم نیست. ببینم پرونده شما چیه؟ سرم کلا گذاشتم. تخصص من کلاهبرداری آی پی سی 412 و 420. جرمی نیست که بشه ضمانت طرفو کرد. دادگاه تموم شده؟ کی داخله؟ یه موکل با دادخواست استیناف. یه گزارش اعتراض آماده کن. تو هنوز گره زدن بلد نیستی. اون هنوز نمیتونه پرونده ها رو درست آماده کنه. خب این پرونده ها برای دادگاه فردا هستن. این دادخواست ها رو آماده کن. ای بابا، من که گفتم باید زودتر برم خونه. اما این دادگاه برای فردا است. از وقتی زنم وضع هم کرده و به خونه رفته پیشش نرفتم. اگه امروز نرم ببینمش یعنی برگه طلاق خودم رو امضا کردم. بذارین آقای سیجو برن، من رسیدگی میکنم. میدونی کل شب وقتتو میگیره ها. اینطوری رئیس تا وقتی تموم نشه نگهت میداره. آخه من که بچه نیستم، اما به رئیس چیزی نگینا. ممنونم. گوش کن، نمیخواد با هم مهربون حرف بزنی، به جاش جلوی بقیه دیگه منو کوچیک نکن، وگرنه به رئیس میگم که یه سری با خانم مانجا حرف میزنی. سرتم خیلی شلوغه. فقط داشتم راجع به پرونده طلاق اون شفاف سازی میکردم. آره نصفشم. رئیس باید کار داره، تو نه، ایشون. وقتی که اتهاماتو صادر کردن سعی میکنیم اون رو رد کنیم. رئیس ایشون هستن. ماتاوی اینا ضامنای وثیقه هستن. سلام. کپی کارتای آتار و رسیدای مالیاتی پیوست شدن. فردا ظهر وثیقه رو آزاد میکنیم. بله. آقا ببینم خودتون نمیتونین برای دادگاه بیان؟ وثیقه شما رو قبول کردن. خودم براتون گرفتم. این جلسه فقط برای تایید سنده. ماتاوی از پسش برمیاد. ولی اگه مورد دیگه پیش بیاد چی؟ ایشون سنش خیلی کمه. ماتاوی خیلی با تجربه است. ما هم از قبل اسناد رو جمع میکنیم تا یه وقت مشکلی پیش نیاد. لازم نیست نگران باشین. ببخشید بفرمایین تو. اجازه بدید من نهارمو تموم کنم. ببخشید دفتر رو اشتباه نه اومدم. بابا مشکلی نیست، بفرمایین بشینیم. بفرمایین. چیزی شده؟ انگار همونجاست. ببخشید پس آقای وکیل کجا؟ وکیل خودم دیگه. ولی وکیلی که اینجا بود یه نفر دیگه بود، شما نبودین؟ اینجا فقط یه وکیل هست. اسمم هم روی تابلوه، ساتش بلور، وکیل پای یک. حالا باور میکنی آقا؟ بفرمایین تو لطفا، بفرمایین. یه دقیقه اجازه بدین تماس بگیرم. البته. کومار؟ فکر میکردم خوب به اون احمق شیر فهم کردم. آخه اون چرا برگشته؟ خب شاید چیزایی که گفتی و نفهمیدی. آها فکر کنم به خاطر ظاهر اون دفتر داغونه که شک کرده، نه؟ پس برو یه جای شیک پیدا کن. حتی اگه یه جای خوبم پیدا کنم بازم میرم. آقای سرندران داره بله. دفترشو خالی میکنه. خب باید یه نگاهی بهش بندازی. اون وقت اجارش چقدره؟ حدود 15,000 روپیه.
برای یه دفتر کوچیک اجاره خوبیه. پولش رو از کجا باید پیدا کنه؟ اول جای پای خودتو محکم کن، بعدش یه راهی برای دادن اجاره پیدا میکنی یا از خانواده‌ات بخوا. ها؟ خب اصلا از برادر خوندت بخوا. ها؟ پول فروش بطری‌های نوشیدنیش از این پول بیشتر میشه. این کار اصلا درست نیست بیخیال. اما بیرون انداختن من اصلا از نظر تو مشکلی نداره. درست میگم؟ تو که اربابان منی. خوب شد گفتی. زود باشین بگین ببینم این بحث جدی برای چیه؟ داشتم بهش میگفتم که یه دفتر برای خودش پیدا کنه. همچین اتفاقی نمیفته آقای مولور. این فقط حرف میزنه. آخه کسی از تو نظر خواست خانم؟ من که خیلی وقتی دیگه نظرمو بهت نمیگم. پس صحبت نکن لطفا. خب نمیکنم. کار بهتری نداری انجام بدی؟ ماتاوی تا این یه دفتر نگیره منم نمیرم دفتر خوب بگیرم. امروز از قراره حکم بده. رأی دادگاه به نفع ماست. این قضا گیاهی نیست. پرونده چیه؟ خشونت واقعا همین بوده یا خودت به پرونده اضافهش کردی ها؟ خب باید ببریم. برای همینه که از ازدواج میترسم دیگه. باید هم بترسی. معلومه که میترسم وگرنه مثل این مرد بیچاره گیر میافتادم. کدوم مرد بیچاره؟ یعنی هیچ اشکالی نداره یارو داره خیانت میکنه. دوباره بحث شروع شد. آخه چرا باید ادعای کسب کنیم؟ تو بهش چیزی بگو لطفا باشه. ادعای کسب خشونت روانی یعنی خشونت خانگی. ابین تا وقتی که مرد تعصبی نداشته باشه زن دیگه نیازی به لطف نداره. حساب کنم چرا شما سر موکل من با هم بحث میکنین؟ نمیدونم. الان سری میام. تو دفتر با من کار دارن. آره زود باش، زودتر برو برای یه نفر پاپوش بدوز. بدو دیگه. اینقدر خبرچینی نکن. آقا ایشون پول آب میوه منو میدن. تو با این نمیتونی در بیافتی، کم میاری. برای همین مامانشو نگه داشتن میگم. جدی میگم. چند دقیقه دیگه میام. آخه برای چی نگرانی؟ من تنها نیستم، آقای چریان اینجاست. دیر نمیرسم. ماتو تو نرفتی؟ خب من داشتم میرفتم اما مادرت زنگ زد گفت تو اینجایی. منم گفتم وایسم یه وقت اگه میترسی با هم دیگه بریم. من بترسم؟ مگه تنها برم چی میشه؟ فکر کردی بچم که بدوزنم؟ زود باش برو ببین. اگه بشناسنت که طرفت نمیان. ماتو من باید از این طرف برم. برای چی؟ باید یکی از دوستامو ببینم. باشه میبینمت. شب بخیر. تو که گفتی منو میرسونی خونه؟ بابا اما تو گفتی از تنها رفتن نمیترسی که. چی شد؟ آره چی شد؟ خب نمیترسم اما تو هم نباید کاری که نمیخوای بگی و انجام بدی. دیدی تو فقط حرف میزنی همین. اما خودت خواستی که من برم. آره خودم میتونم برم. تو هم برو. شبت بخیر. اومدی؟ ابین دنبالت اومده؟ من که ازش نخواستم بیاد. اون خودش اومده. بیا پیش ما شام بخور. ممنونم. خواهر و برادر ناتنیم اومدن خونم و منتظرم من. تو که گفتی میخوای به دیدن دوستت بری. من هر چی بخوام میگم. خداحافظ. میبینمتون. خداحافظ. افراد ما تو انتخابات چالاکودی از پاش به آقای جیکوب خنجر زدن. حالا میدونی این بار اون کجا رفته شرکت کنه؟ خب کجا؟ حوزه انتخاباتی بالا نقطه قوت ما. ما موفق میشیم پدر. میدونی این چقدر خرج داره؟ ای ابین میدونی چقدر برای من خرج داره؟ 100,000 تا بابا. اون وقت این همه پول به چه درد میخوره خوزه؟ بله خیلی هم به درد میخوره. بابا ول کن قضا رو، به من گوش کن. داداش دارم گوش میکنم دیگه. اربابای فروش نوشیدنی بیچاره مثل ما نمیتونن بدون سیاست دوام بیارن. اگه آقای جیکوب رای بیاره دوره خوشخوشان ما میشه. بعد دوباره برای کافه مجوز میگیرم، هم راماپوران و هم کیدانگو، درست مثل کارمند دولت. داداشم از این کار نفع میبره. یکم نه، ما خیلی سود میکنیم. من داشتم گوشت رو میگفتم. منم یه خورده میخوام بریز. بگو ببینم پسرم، منظورت از سود چیه؟ هرچی که بخوای.
من خودمم یه نقشه‌ای کشیدم. نکنه قراره با دختر جیکوب ازدواج کنم؟ خیلی هم دلت بخواد. پسرم خوزه لطفاً کمک کنینم تو زندگی بگی جایی برسه، وگرنه همینطوری قراره بی هدف اینجا چرخ بزنه. اینطوری دیگه زنم نمیتونه بگیره. میبینی که وضعیتش. خب اول طرف باید مرد بشه که زن بگیره. وقتی بزرگ شد ما هم براش زن. سماش سر قضیه دختر جیکوب. آره دیوونم نکنم. داداش تو جایی برای دفترت پیدا کردی؟ هنوزم دارم میگردم، فعلا نه. آقای کوریام تو تامپانار یه دفتر خالی داره. حتی لازم نیست اجاره بدی. میخوای باهاش حرف بزنی؟ نه این کار درستی نیست. با این غرور. مامان گوشیتو میدی به من؟ نه عزیزم الان وقتش نیست. بفرمایید. شاهد رو احضار کنین. پرونده رو 2 هفته به تعویق میدید. ممنونم عالی جناب. سلام. اون یکی پرونده حل شد. اینجا شرایط بعدی بیاد تو. بده به من. اینا رو بگیر، زود برو تو. من وکیل مدافع هستم عالی جناب. اجازه گذاشتن وثیقه داده شده. امروز ضمانتنامه ها رو برای اجرایی کردن وثیقه آوردیم. رسید مالیات به پرونده الساق نشده. مگه شما شرایط پذیرش ضمانتنامه رو نمیدونین؟ عالی جناب همش همونجاست. پس چرا نمیبینم؟ همش همونجاست. من برای اینطور کارا وقت ندارم. وکیل مسئول این کاراست. مدارک کامل نیستن. وثیقه رد میشه. پرونده بعدی بیا تو. پرونده SE 25718. سلام. امروز دوباره چی شده؟ هیچی. تو مطمئنی؟ از شرکت اومدم بیرون. استفاده دادی؟ مطمئنی که مسئله دیگه نیست؟ چی شده؟ وقتی برای اجرایی کردن وثیقه رفتم رسید مالیات زمین گم شد. وثیقه رو رد کردن. تو مغازه‌ای که کپی می‌گرفتم مدرک و اشتباه به من دادن، اما چون دیر فهمیدیم افتاد گردن من. سیرجو هم که دید اوضاع مناسبه شروع کرد به توهین کردن. آقای توماس هم جلوی همه منو سرزنش کرد. هیچ کس حرفمو باور نکرد. ولشون کن برم پی کارشون. ما تو میتونه به یه شرکت بهتر بری بابا. دیگه نمیتونم زیر دست کسی کار کنم. میخوام مستقل باشم. خیلی خوبه. ببین به این میگن اراده. آقای مولور اون دفتر خالی که گفتینو میتونم اجاره کنم؟ معلومه که میتونی اجاره نه بابا من اونجا رو میخواستم. هی تو که جواب نداده بودی. من که بهت نگفته بودم، دارم روش فکر میکنم. خب تو همینطوری فکر کن. میشه بریم دفتر رو ببینیم؟ یه جای دیگه پیدا کن. من حتی برای اونجا روی پردازی کردم. بابا بی خیالم اونجا شد دیگه. باشه وقتی من نگفته بودم که تصمیم نگرفته بودی، حالا چی شد یهویی علاقه من شدی؟ اینطوری فکر نکن. من تصمیممو گرفته بودم. من همینجا رو میخوام. هیچ معلومه. خب تو چرا اونجا رو با هم دیگه اجاره نمی‌کنی؟ درست نمیگم؟ برای هر دوی شما جا هست. حتی میتونین اجاره رو نصف کنین. چیه؟ گربه زبونتون خورده؟ وقتی میگی جفتمون توی دفتر باشیم زیاد بهش فکر نکنید. خب این تصمیم منه. بهتره با هم بریم اونجا رو یه نگاهی بندازیم ها؟ همینجاست؟ آره همینجاست. آقا نوبت من نشد، میتونم برم داخل؟ یه ساعت اینجا نشستم خسته شدم. این پله ها پاهاتون رو قوی میکنه. دیگه نیازی به ورزش ندارین. اینم از این. ببینین چقدر جا داره. یکیتون اینجا، یکی دیگه هم اینجا. عالیه. درست ها؟ بریم قراردادو ببندیم. اما آخه دیگه اما پول پیشش چی میشه؟ اونش دیگه باشه با من. وقتی که پول در آوردیم پرداختش کنیم. اجازه بدین بهش زنگ بزنم. కలలాగా ఉంది నేడు కలలో నిజమై పయనిద్దామా మౌనంగానే ఏ భాషకి అందని భావం కావ్యంలా కొత్తగా రాదమ్మా
نداریم بچه رو بفرستیم مدرسه، حتی پول نداریم غذا بخوریم. میتونیم ثابت کنیم امضای روی چک برای اونه. نگران نباش اصلا. باشه خوبه. الو ببخشید میگم چیو بگم؟ نگران نباش، ما درخواست دستور حفاظت طبق قانون 498 A رو میکنیم. وای خدای من، انقدر خودنمایی نکن. ఊరు పైన మంచల్లే నా చింతి నువ్వుంటే నీ హృదయంలోనే నేను కోలో ఉంటా. ఎడబాయని నీడల్లే నువ్వు వెంట నడిచొస్తే జీవితమే మారేనే స్వర్గంలా. చిగురాసలో రేగిన ప్రతి క్షణం క్షణం తప్పించెను నా మది క్షణం. నేను చూడని క్షణమొక యుగం, ఇదే జీవన మధు కలసం. ఋతురాగం నేను నీలోన, మధుమాసం నీవు నాలోన. మనదారులు రెండు ఏకమై చిగురాసన తీరం చేర్చును. سلام داداش. سلام داداش. آقای جیکوب برنده شد میدونی؟ اون بدون شک یه وزیر میشه. خیلی خوبه. دیگه دوران خوشحاشانمونه. خب چطور؟ خیلی خوبه. అణు అణువు నాలో నువ్వు తీయ తీయని తలపులు రేపి చిరునవ్వులు చిందించి కవ్వించవే. నువ్వు లేని సమయంలో నీ తలపులు మదిలో మెరి ఒక తీయని తెలియని వ్యధ నన్ను తాకెను సుమధుర భావమై. మన జీవన పయనము సాగే తీరం చేరాలేక మనము. ఋతురాగం నేను నీలోన, మధుమాసం నీవు నాలోన. اینو کی خب خریدی؟ راستش نو نیست، دست دومه. خودم فکر میکردم، اما زود خریدی درسته؟ به یه وکیل که ماشین داره پول بیشتری میدن. بیا بشین بریم. بفرمایید. ماتو میگم امروز من میخوام یکم زودتر برم. باید برم به دیدن یه نفری. موکلته؟ نه موکل نیست. پس کی؟ راستش یه پیشنهاد ازدواج گرفتم. امروز یه قرار غیر رسمی با یه دختر خانومی دارم. ببین چه تصادفی. خانواده‌ام گفتن یه نفر میخواد با من ازدواج کنه. میلش کن، از خودت بگو ببینم دختره کیه، چه شکلیه. زود باش عکسشو ببینم. ازش عکس ندارم. خب یعنی میخوای بگی اونو ندیدی؟ باید خیلی هیجان زده باشی. اگه ازش خوشت اومد زیاد صبر نکنی یا با گذشت زمان دیگه جوون نمیشی. تو از خواستگار خودت برام بگو. یارو کی هست اصلا؟ مامانم خیلی هول شده. بهم گفت به کسی علاقه دارم یا نه. منم گفتم نه. اونم از این خواستگار برام گفت. اینه همسنیم. خوبه آره؟ میدونی ظاهراً میخواد آزمون قضاوتم بده. خب دیگه مزاحمت نمیشم، موفق باشی. باید این درخواست رو ارائه بدم. یه سلفی با دختره برام بفرستی. راستی داری برمیگردی؟ میشه دنبال منم بیای؟ موتور نیوردم، اون وقتی باید دنبال تاکسی بگردم. فعلا خدافظ. با دختره سلفی گرفتی؟ سلفی که نه نتونستم بگیرم. مگه نگفتم عکس بگیر؟ اب نداره، به هر حال وقتی نامزد کردین میبینمش. خب بگو ببینم عکس العملش چی بود؟ خوشش اومد یا نه؟ چرا نباید خوشش بیاد ها؟ راستشو بخوای فکر نمی‌کردم تو بتونی کسی رو پیدا کنی، اما خب الان خوشحالم. الان دیگه یه خورده بزرگ یعنی میگی الان بزرگ نیستم آره؟ بزرگ نیستی اما چی؟ بی خیال بابا. ما تو انقدر از این شاخه به اون شاخه نرو، تو صورتم نگاه کن، راحت حرفتو بزن. الان منم که اینو باید بهت بگم. آخه من کی مثل تو رفتار کردم؟ داد نزن بابا. من داد نمیزنم، تون صدام بالاست. ببین
بی خود خونه خودتو کثیف نکن. داشتم شوخی چی یعنی چی؟ یعنی چی شوخی میکردی ها؟ ای خدایا داشتم راجع به خواستگار شوخی میکردم. ها؟ آخه چرا؟ چون هرچی دلم بخواد میگم. وقتی گفتم کسی دوست ندارم الکی گفتم. اون عکسم مال یکی از تماس‌های شبکه‌های اجتماعی بود. خب تو الان کجا بودی ها؟ من رفته بودم چای فروشی همین نزدیکی و ول میگشتم. یه پار چای خوردم. ببین حالا بریم. بله بریم. یه سوالی دارم ازت برادر. ما برای چی الان اومدیم اینجا میشه بگی؟ به خاطر یه پرونده. تو مطمئنی؟ مطمئنی به خاطر پرونده؟ نه اومدیم اینجا که با دخترش ازدواج کنیم. آقای خوزه میتونین آقا. تشریف بیارین داخل. بیا. دکماتم ببند. یعنی قراره من واقعا با دخترش ازدواج کنم؟ بله. سلام آقای جیکوب. خوزه شنیدم موضوعات بر وفق مراده ها؟ دروغ میگن قربان. اگه راجع به کشت هل میفرمایین قیمتش حسابی افت کرده بشین. اگه راجع به کارخونه لاستیک راماپورام میگین اونجا هم شراکتیه. بگذاریم بابا. اون یکی نقشمون چی؟ خب پس آقا ایشونه به نظر باهوشه. هرچی باشه اون برادر کوچیکم. البته از قیافش معلومه. از وقتی که من اینجا اومدم یه لحظه منو آروم نذاشته. دائم زنگ میزنه از نقشش برای تو به من میگه. نه به اندازه‌ای که شما وقتی به من نیاز داشتین بهم تلفن کردین. اون یه چیزی بود بین خودمون. این یکی فرق داره. ببینم حالا تو چه نقشه‌ای داری؟ من هنوز به اون نگفتم. خب نقشه اینه که شما رو دادستان کنیم. منو؟ نگاه کن. حتی خودشم تعجب کرد. بس ببین وقتی من توصیهش کردم چی کشیدم. برادر من بعد این همه نزاع من برای قدرت الان فقط یه جا برای یه دادستان داریم. واسه رسیدن به اونم که همیشه دعواست. قاضی شانی ابراهام و شاهول حامد. هر دوی اونا تحت حمایت کله گنده های حزب ما هستن. حالا بگو ببینم اسم تو چیه؟ ببین متیو. اونا جلوی کاندیداتوریشو میگیرن. لطفاً دورشون بزنین. یعنی این همه راه اومدم تا بهونه بشنوم؟ آروم باش برادر من. همه چیز سریعتر از چیزی که تصور کنی عوض شده. برای جلوگیری از دعوای توی حزب مسیر جایگزین رو انتخاب کردیم. یعنی انتخاب جوونا. تو این فاصله منم برادر تو رو معرفی کردم. این بار دیگه مانعی نیست. خب این یعنی این یعنی برادر شما به عنوان دادستان عمومی انتخاب شده. چیه؟ انگار باورت نشده. یه بستشم تو کلیسا براتون روشن میکنه. این همه پیشکسوت شایسته وجود دارن، اینجوری مردم چه فکری میکنن؟ اما این قضیه هیچ ربطی به پیشکسوتی نداره. اگر نگران نظر مردم هستی بهشون خدمت کن و با نیت پاک کار کن. ما اینجا دنبال جوانایی هستیم که کارآمد باشن. میتونم برای این پست رو تو حساب کنم؟ معلومه که میتونی. خیلی خوبه. آقای دادستان در خدمتم خانم. تبریک میگم. حق با شماست. یودایان هستم قربان. صبح بخیر. قربان نه کیفت؟ ممنونم. شما چند وقت اینجا بودین ها؟ 3 ساله قربان. خودم درخواست این پستو کردم قربان. کلانتری کارش خیلی زیاده اینجا. بعد از نهار اگه پرونده‌ای نباشه میتونم نهار برم خونه. ببین لطفاً منو در جریان پرونده‌ای که امروز اینجا داریم بذار. البته باشه برای بعد از جلسه‌ای که امروز داریم.
باید بگم که برادر آقای جیکوب توی این دادگاه محاکمه میشن. شایعه شده که شما رو برای همین به اینجا آوردن، چون شما از خیلی جوان‌تر هستین. دلخوری پیش اومده. میتونید که چی میگم، درسته قربان؟ یودایا جانم من اینجا نیومدم که کار کسی رو راه بندازم. من کارمو به درستی انجام میدم. انتظار دارم شما هم کاریو بکنی که من بهت میگم. بله قربان. بهش گفتی؟ چی شده؟ خوزه بهت زنگ نزد؟ نه. خوزه داشت راجع به ازدواج تو با یه دختر خانواده پرنفوذ صحبت میکرد. دیگه نیازی نیست که بگیم اون خانواده کی هستن. فکر کردیم قبل از اینکه قرار بذاریم به تو بگیم. بابا. بله. من عاشق یه دختری شدم. نکنه ماتابیه. من بهت نگفته بودم. ما این پیش بینی رو کرده بودیم. ماتاوی هم مثل دختر خودمون. دختر خوبیه. آره دختر خوبیه، اما اون یه جورایی به یه جای دیگه تعلق داره. ما تو هم یه وکیله. ما با هم دیگه میایم. درست میگم ماما؟ مشکل این نیست پسرم، اون میتونه عوض بشه. اما لازم نیست که اون تغییر کنه. برای خودمون نمیگم که، فامیلارم ول کن، ولی کلیسا چی میگه؟ من که نمیتونم جلوی کسی وایسم. نگران نباش، اجازه بده من خودم با پدر روحانی صحبت میکنم. حتما خانواده اونم همچین مسئله مشابهی رو داشتن. آره خب اما ماتو از پسش برمیاد. اجازه بده اول با مادر ماتاوی صحبت کنم، بعد از اون تصمیم میگیریم. چرا با پدر مادرت از ازدواج صحبت کردی؟ چرا نباید صحبت کنم؟ تو اول باید در مورد ازدواج با خود من صحبت میکردی. ببینم اصلا ما در این مورد با هم صحبت کرده بودیم؟ آخه من که به پدر و مادرم نگفتم که مشکل من این نیست که به خانوادت گفتی. آخه این قضیه ازدواج خیلی داره سریع پیش میره. نمیخوام تا وقتی مستقل شدم ازدواج کنم. اما مگه ما مستقل نیستیم؟ تو چرا؟ اما من تازه کارم رو شروع کردم. ازدواج کردن تو این شرایط غیر ممکنه. قرار نیست ازدواج ما روی کار تو اثر بذاره. گفتنش آسونه. آدم هر کاری که داشته باشه باید تعادل کار و زندگی رو حتما حفظ بکنه. تازه این تصمیمی نیست که بشه به کسی زورش کرد. بر اساس اولویت‌های خودت تصمیمتو بگیر. بعدش هم به من خبر بده. ناندو سلام، به شهرتون رسیدی؟ نه، من الان خونم. آها. چی شد؟ شما مصالحه کردیم با هم؟ بله قربان سازش خب کرد. چقدر؟ 10,000 تا قربان. دیگه هیچ وقتم تو خیابون دعوا راه بله ننداز. قربان. همیشه که نمیشه سازش کرد. وقتی تو دادگاه صداتون کردم جوری رفتار میکنین که انگار با هم دیگه غریبه. بله. فهمیدین یا نه؟ خب بقیه‌اش هم درست میکنم. تو دادگاه میبینمتون. ممنون. صبحتون بخیر قربان. خیلی دیر شده. ببینم پرونده آماده است؟ بله آماده است قربان. جلسه استیناف دارین. جرم چیه؟ تجاوز به بهانه ازدواج. گزارش تحقیقات اومده یا نه؟ نه قربان، تازه دیروز دستگیرش کردم. باشه. سلام ماتو. قربان ما دیرمون شده. باشه بهت زنگ میزنم ماتو. بیا بریم. درخواست‌های متفرق است؟ بله. ابی پرونده چیه؟ چرا جواب نمیدی؟ وقتی داشتم می اومدم زنگ زدی. پروندت کدومه؟ 370. خیلی خوب. CMP 184-19 متهم گاتام گانش.
من وکیل هستم عالی جناب. عالی جناب، اتهامات زده شده تحت قانون 375 و 415 هستند. تعرض با قول ازدواج. اما این پرونده ساختگیه. متهم از یک خانواده خوشنام و لایقه و تا به حال هیچ جرمی مرتکب نشده. بدیهی این اتهامات زده شده در پرونده هیچ پایه و اساسی ندارن. پس متهم مستحق آزادی هستند عالی جناب. شما بفرمایید دادستان. عالی جناب، پرونده تازه 15 دقیقه پیش به من رسیده. هنوز موفق نشدم اونو بخونم. هنوزم گزارش‌های پلیس آماده نشدن. پس شاید بشه جلسه رو به فردا موکول کرد قربان. امکانش نیست علی جناب. نمیشه برای این تعقیب قضایی درخواست موکول جلسه کرد. اینجا برای یه مرد بیگناه پاپوش درست کردن. دادگاه باید سن این جوونم مد نظر قرار بده علی جناب. عالی جناب، من فقط یه روز زمان خواستم از شما. من باید پرونده رو مطالعه کنم. جناب قاضی، فردا آخر هفته است. جلسه دادگاه 2 روز دیگه برگزار میشه. این یه پرونده الکی نیست و 2 روز بازداشتم چیز مهمی نیست این وسط قربان. بله؟ ایشون 1 روز زمان میخوان. فکر میکنم درخواستشون معقوله. روز دوشنبه پرونده رو بررسی میکنیم. جلسه بعدی به 10 ژوئن روز دوشنبه موکول میشه. واقعا متاسفم. تقصیر شما نیست. ناندو، دوباره ازت میپرسم، مطمئنی میخوای من به این پرونده رسیدگی کنم؟ عزیزم، ما درباره پرونده گاتام نسبت به تو بیشتر از هر وکیل دیگه ای اطمینان داریم. عمه حالش خوبه؟ من میام خونه. مادهو، ابین به حرف شما گوش نمیده. فکر نکنم به حرفم گوش بده. متاسفم. ابین بیا تو. از صبح دارم با تماس میگیرم. از همون موقعی که فهمیدم دادستان این پرونده‌ای بهت زنگ زدم. وقتی بهم زنگ زدی من داشتم اومدم دادگاه ببینم تو چطور وارد این پرونده شدی. من از بچگی این خانواده رو میشناسم. اصلا اونجوری نیستن. دیشب بهم تلفن کرد. اول برای این پرونده هیجان داشتم اما الان برام دردسر شد. الان مشکل چیه؟ تو یه مدعی العموم هستی. به هر حال وکیلای آشنا تو توی دادگاه میبینی. خب که چی؟ ها؟ هر چی که باشه ما حرفه‌ای هستیم. اما ما فقط همکار نیستیم. این یک شنبه خانواده‌های ما همدیگه رو میبینن. حالا باید چیکار کنیم؟ تو یه راه حل بکن. من از خودمون به ناندو گفتم اونا با این قضیه هیچ مشکلی ندارن. اگه موکل تو مشکلی داره میتونن یه دادستان دیگه برای پرونده پیدا کنن. این پرونده اولین پرونده بزرگ کاری منه. ازش کنار بکشم باعث سرفکندگی میشه. همین هم ازدواجمون. همین الان برای انتصاب من کلی حرف در آوردن. لزومی نداره که شما به کنار گذاشتن پرونده فکر کنیم. با موکلتون صحبت کنه. اگه مشکلی ندارن، مشکل شما پس چیه؟ حالا اگه لازم شد ازدواج رو عقب میندازیم. مردم همین الانم به هم تیکه میندازن که چرا ما تو ازدواج نکردی. حالا سر این قضیه سریع موافقت کردم چون ابین دامادش به من این راه جدید زمان سفر رو کمتر میکنه. اما میدونی چیه؟ تا الان که ساخته نشده. انگار هیچ وقت قرار نیست ساخته بشه. واقعا که نمیدونم دارن چی کار میکنن. اون عاشق کیک درسته. همش میخواد یه دسته گلی به آب بدی. الان خانواده‌مون دارن صحبت میکنه. بله ما هم حق داریم حرف بزنیم، درسته؟ باشه. اونم الان اومده پیش من و یه خوردن پکره. آقای مولاره. البته منم حرفمو میزنم. ما دوست داریم اونا هرچه سریعتر با هم ازدواج کنن. ما هم همینطور. فقط دوست داریم که ازدواج تو کلیسای ما باشه وگرنه دردسر خیلی بزرگی برامون میشه. اما اگه تو کلیسا باشه فامیلای ما به عروسی نمیان. نمیتونیم با اونا مخالفت کنیم. به نظرتون بهتر نیست بریم تو دفتر ثبتش کنی؟ اگه درست دینتو یاد گرفته بودی الان این حرفو نمیزدی. فهمیدی؟ ما نمیتونیم به جامعه کلیسامون توهین کنیم. البته بچه‌ها به نحوی درست میگن. اما همونطور که شما گفتین باید فامیلارم در نظر گرفت. نظرتون چیه که مراسم و طبق رسوم هر دو طرف برگزار کنیم؟
نیاز نیست نگران چیزی باشید. با اجازه پدر روحانی هم حتی نیازی به غسل تعمیدم نیست. بیاین همین کار رو انجام بدیم. پس اجازه بدیم با یه ستاره شناس صحبت بکنیم و یه روز خوشیوم پیدا کنیم. البته خیلی هم خوبه. ما به این چیزها اصلا اعتقاد نداریم. این یه پیمان بین ما و خداست. درست نمیگم؟ خب ما میخوایم یه چیزی بگیم. این تصمیم رو هر دومون با هم گرفتیم. هر دو طرف از پرونده مشترک ما خبر داریم. تا وقت تموم شدنش زمان میخوایم. اگه وسط این پرونده ازدواج کنیم ما تو ساکت باش. اگه میخوای پرونده رو بذار کنار، اما نمیشه ازدواج رو به تأخیر انداخت. بله، این پرونده اصلا مهم نیست. نمیشه ازدواج رو به تأخیر انداخت. اجازه شکایت داده میشه و گذاشتن وثیقه به شروط زیر بستگی داره. در زمانی که متهم 50,000 روپیه را به عنوان وثیقه فراهم کنه و 2 نفرم ضامن اون بشن، این اجازه داده میشه. انتظار میره که متهم در هر زمانی که دفتر بازرسی اونو فرا بخونه در اونجا حاضر بشه. متهم نباید در کارهای مجرمانه شرکت کنه و نباید سعی کنه روی شاهدها اثر بذاره. آقا، من شیوا کمار هستم، پدر قربانی پرونده. بفرمایید تو دفترم اونجا با هم حرف بزنیم. البته. در خدمتم قربان. من کارمند دفتر شهر آتینگال هستم. ببینید، لازم نیست نگران وثیقه باشید، چون قضیه آدمربایی یا تجاوز خشن مطرح نبوده. پسر شما سابقه مجرمانه‌ای هم که نداره. همون دادگاه اولم میشد به قید ضمانت آزادش کرد. اما کار من این نیست که زندگی متهمین رو براشون آسون کنم. من پرونده رو خوب مطالعه کردم. کار افسر تحقیقات پرونده حرف نداره. از اونجایی که پرونده تحت قانون 375 بررسی میشه، حتی اگر این ارتباط بر اساس رضایت طرفین بوده باشه، از نظر قانونی این تجاوز محسوب میشه، چون به ایشون قول ازدواج داده بوده. قربان، اگه کاری داشتین من بیرونم. آقا، من باید با دختر شما صحبت کنم. اتفاقا من برای همین به اینجا آمدم. دخترم تمایل نداره تو دفتر شما به ملاقات. من درک میکنم، اصلا هم هیچ مشکلی وجود نداره. من میتونم بیام خونه شما. راستش من میخواستم یه چیزی هم به خودتون بگم. چی بگین آقا؟ تو خونتون در موردش صحبت میکنیم. وکیل پسره، میخوام بدونم که ایشون برای ما دردسر درست میکنه. نه، نگران ایشون نباشی. آنوشا، تو حالت خوبه؟ فقط شکایت نامه پلیس کافی نیست، باید موضوع رو توی دادگاه ثابت کنیم. برای این کار باید واضح به من بگی چه اتفاقی افتاده. آنوشا، دادگاه منو فقط به عنوان وکیل تو نگاه نمیکنه. میدونی برای اونا من صدای تو هستم. هر چیزی که بخوای تو دادگاه بگی همش به عهده منه. من میرم بیرون. بیاین بریم. بیا بریم بیرون. مواظب باش. گوتام، فراموش کن ما هم دیگر رو میشناسیم. فکر کن من فقط وکیلتم. لازمه که تو تمام جزئیات پرونده رو که ممکنه به پلیس یا خواهرت گفته باشی یا حتی نگفته باشی یا به من بگی. به هم بگو شما همدیگر رو از کجا میشناسیم. از طرف سایرا باهاش آشنا شدم، هم اتاقیمه. اون هم کلاسی گاتام تو کالج بود. سایرا رزومه منو به گاتام داد. اینطوری تو شرکت معماری که گاتام تو اون کار میکرد کار پیدا کردم. شما دوتا چطوری به هم دیگه نزدیک شدین؟ خب من دستیار گاتام بودم دیگه، برای همین همیشه با هم دیگه بودیم. و بعد عاشق شدی؟ اون چطور ها؟ اون همیشه طوری رفتار میکرد که انگار این یه حس 2 نفر است. همه تو محله کار اینو میدونستن. گاتام هیچ وقت بهت گفت که باهات ازدواج میکنه یا نه؟ اون خوب میدونست که من اهل روابط کوتاه مدت نیستم، اما الان چی نظرش یه چیز دیگه است. هیچ وقت
ما فقط دوستای نزدیک هم بودیم. من همیشه رفتارم با اون طوری بود که با بقیه بود. اون چطوری انتظار داره که من ذهنشو بخونم آخه؟ اون هیچ وقت احساساتشو بروز نمیداد. چطوری میتونه بگه که من بهش قول ازدواج دادم؟ ببینم شما دوتا ارتباطتون با هم صمیمی هم شده بود یا نه؟ چی شد که اینطوری شد؟ به هم بگو لطفاً. کدومتون پا پیش گذاشتین؟ میدونم که گفتنش برات سخته، اما چاره دیگه ای نیست. باید حتما همه رو به من بگی. یه شب به من زنگ زد و گفت که برای صحبت کردن برم آپارتمانش. فقط تو اونجا بودی آره؟ نه، آقای ویمالم اونجا بود، اما بعد از صحبت اون گذاشت و رفت. بعد از اون شب که شد ما برای مدتی با هم دیگه صحبت کردیم. بعدش یه جایی. اگه سوالتون این باشه که چطوری به اینجا رسیدین، باید بگم که نمیدونم. خب راستش اتفاق افتاد دیگه. اما وقتی صبح روز بعد با هم حرف زدیم فهمیدم اون نمیخواست با من ازدواج کنه. هرچی هم که گفتم فایده این نداشت. انگار تو حالیت نیست نه؟ آره، این اتفاقی که افتاده نمیشه که همینطوری بگی من باهات ازدواج بکنم. نمیشه. یعنی تو منو دوست نداری؟ من اینو نگفتم، اما بذار بعداً با هم دیگه صحبت میکنیم. برات یه تاکسی میگیرم که بری. یعنی این اتفاق فقط تقصیر من بوده؟ اگه میدونستم اون توقع داره باهاش ازدواج کنم، من هیچ وقت همچین کاری باهاش نمیکردم. اون یه دوست به اسم سایرا داره. اونوشا باید بهتون گفته باشه. من همه چی از اون فهمیدم. اون سعی کرده بود که تو خوابگاه خودشو بکشه. برای همین منم اونو به خونه آوردم. بدون وجود مادرش من جای مادرشم براش گرفتم. این اصلا کار آسونه نبود. اون یه سر گریه میکرد، میگفت اون باید با من ازدواج کنه. برای همین سعی کردم تلفنی با پسر صحبت کنم. پدرش سعی کرد که با تهدید من با دخترش ازدواج کنم. منم اعصابم خورد شد و سرش داد زدم. دست خودم نبود. بعد فهمیدم که اونا رفتن از من شکایت کردن. اون دختر منو اغفال کرده و کاری کرده که بخواد خودکشی کنه. نمیتونم بذارم قصر در بره. اگه این شکایت رو ول کنم به عنوان پدر این دختر ناامیدش میکنم. نمیذارم افسوس بخوره. هر چی باشه اون پسره باید نگران باشه، نه دختر من. اون میدونست من عاشقشم، پس برای چی؟ من واقعا نمیخواستم اونو گولش بزنم، باور کن. میخوام یه چیزی به هر دوتاتون بگم. وکیل مدافع اون پسر ماتاویه. میدونید که اون نامزد منه. شاید قبول کردنش براتون سخت باشه، اما توی دادگاه باور کنین که رابطه ما به شدت حرفه‌ایه. بهتون تضمین میدم که پرونده شما رو به خوبی دنبال میکنم. در ضمن این یه پرونده خیلی مهم در سابقه کاری منه. اگه هر وقت به تعهد من شک کردین، این اختیار رو دارین که یه دادستان دیگر رو درخواست بدین. اگه به من ایمان کامل دارین میتونیم با همدیگه به این کار ادامه بدیم. سلام. مادر مادهاوی بهمون زنگ زد. با یه ستاره شناس مشاوره کردم. روز 8 سپتامبر خوشیومنه. اونا هم مشکلی نداشتن. پس برنامه مراسم و صبح توی معبد جور میکنیم، بعد از ظهر مراسم اونا رو توی کلیسا میگیریم. باشه؟ اتهاماتی که به شما وارد شده رو قبول میکنید؟ نه قربان. میتونیم وقت دیگه ای تعیین کنیم؟ بله قربان. رسیدگیشو میذاریم برای ماه سپتامبر. رسیدگی به این پرونده در تاریخ 2 سپتامبر انجام میشه.
ప్రేయసి ఏమిటో ఈ విధి ఈ తీరులో ఒకటవుతామా వాదనలు ప్రతివాదనలు తెచ్చే మనకిలా కోపతాపాలు పోటీ ఎదురైనా మన దారులు వేరైనా న్యాయాన్నే గెలిపిస్తాము ఎప్పుడు ఇద్దరం ఒకటేగా నీ బింబం నేనేగా ఇద్దరి లక్ష్యం ఒకటే این رنگ بچگون دختر కోపం తాపం కాదుగా శాశ్వతం మనసే పులకించెనుగా చినుగా రాగం ద్వేషం క్షణమే ఇక దూరమౌనుగా కలయో నిజమో వివరించి చెప్పలేనుగా నీ చెంత ఉంటే చాలు ఊహలే ఉదయించును నాలు ఏదో పులకింతాయే అయినా నా మనసులో ఏవో ప్రశ్నలే కదలాడెను నిత్యం నాలో ఏమైంది వేళ اظهارات شاکی برای پرونده‌های ثبت شده طبق قانون 375 کافیه. دادگاه همینو به عنوان یه مدرک قوی قبول میکنه. باید تو اظهارات شاهد یه اشتباه پیدا کنیم. اگه از مزیت این شک استفاده کنیم، ثابت میکنیم دادخواهی این پرونده مبنای قوی نداره. نیاز به شواهدی داریم که ضد این اظهارات باشن. مثلا هدیه فرد متهم به دخترتون یا سلفی که نشون بده اونا با هم خیلی نزدیک بودن میتونه خیلی به ما کمک کنه. خب باید ببینیم میتونیم که یکی از شاهدین شاکی رو راضی کنیم یا نه. شواهد کاملا به نفع ماست و در این پرونده ها دادگاه معمولا طرف زنا رو میگیره، پس میتونیم از این مزیت استفاده کنیم. این شواهد نیستن که کسی رو برنده میکنن. حقیقت هم دلیلش نیست. اینکه چطور حقیقت رو توی دادگاه نشون بدیمه که مهمه. هی برای عروسی گردنبند ساده بگیر. آقا اینو بده من. بیا بگیرش. نمیخوام. హే ప్రేయసి ఏమిటో ఈ విధి ఈ తీరులో ఒకటవుతామా వాదనలు ప్రతివాదనలు తెచ్చే మనకిలా కోపతాపాలు పోటీ ఎదురైనా మన దారులు వేరైనా న్యాయాన్నే గెలిపిస్తాము ఎప్పుడు ఇద్దరం ఒకటేగా నీ బింబం నేనేగా ఇద్దరి లక్ష్యం ఒకటే. آخه با گرفتن کلیسا برای سه‌شنبه چه مشکلی داری؟ هم یه روز خوب برای ماست هم برای آنتونی مقدس. اما اونا همیشه با ما هستن برادر. بابا آقا دیگه طرف اونا شده. آقا پس آنوشاکو تو ماشینه. باید بگه که پسر اصرار کرده. خب خداحافظ. AC 1398 19 متهم گاتام گانش. متهم حضور دارن عالی جون. شاهدا حاضرن عالی جانم. PW1 آنوشا شیواکومار. این دادگاه توسط دوربین ضبط میشه. همه ی حضار به جز شاهد، وکلای مدافع و دادستان باید بیرون برن.
باشی. تو هم همینطور. شما عاشق متهم بودین خانم آنوشا؟ بله. شما باور داشتین که اونم شما رو دوست داره و قراره با شما ازدواج کنه؟ بله مطمئن بودم. چرا چنین باوری داشتی؟ به خاطر طرز برخوردی که با هم داشت. ممکنه لطفاً به دادگاه بگین که چرا باور داشتین که اون شما رو دوست داره و چطور شد که متهم به شما دست درازی کرد؟ هر اتفاقی که افتاده رو بگو. هماتاقی من سایرا، اون ازم خواست که رزومه کاریمو به شرکت گاتام بفرستم. منم براشون فرستادم. ولی صبح اون شب وقتی حرف ازدواج رو پیش کشیدم اون منو دست به سر کرد قربان. گفت که هیچ وقت نمیخواسته با هم ازدواج کنه. عالی جناب، اینا عکسایی از چتای این دو نفر هستن. اینا هم عکسای شخصیشونه قربان. همونطور که در عکس‌ها هم مشخصه، معلومه که متهم به شاکی خیلی نزدیک بوده. عالی جناب. و طبق این والدینت از رابطه شما خبر داشتن؟ عالی جناب، مادر آنوشا چندین سال پیش از دنیا رفته. تو به پدرت گفته بودی؟ وقتی به گاتام گفتم که به پدرم خبر بدم اون چیزی بهم نگفت. ادامه بدی. این هدیه تولدیه که ایشون از متهم دریافت کرده. تو فرهنگ ما هدیه دادن ساری یعنی پیشنهاد ازدواج دادن. حداقل این هدیه باعث شده که ایشون به این نتیجه برسن. از این رو واضحه که متهم از عمد سعی داشتن ایشونو منحرف کنن قربان. استنادم به بخش 417 قانون و قانون 415 قربان. این همون لباسیه که اون روز تن کرده بودین؟ بله خودشه. میشه توضیح بدین که دکمه‌هاش چطوری کنده شدن؟ خیلی خوب یادم نمیاد قربان. چرا یادتون نمیاد؟ چون نوشیدنی مصرف کرده بودم. شما همیشه نوشیدنی مصرف میکنین خانم؟ نه. پس چرا اون روز مصرف کرده بودین؟ وقتی گاتام بهم پیشنهاد داد منم خوردم. درسته. آدم که از غریبه نوشیدنی نمیگیره بخوره. معمولا از دست کسی که دوستش داره میگیره. درسته؟ یعنی شما انقدر خوردین که هوشیاریتون از دست دادین؟ پس ایشون اصرار کردن درسته؟ و بعدش شد که اون اتفاق افتاد. درست میگم؟ عالی جناب، همونطور که خانم اشاره کردن ایشون اصلا در حالت عادی نبودن و رفتار این آقا پسر باعث شده که ایشون تن به همچین کاری بدن و این میتونه طبق قانون 375 IPC جای بگیره. اون هم به خاطر اینکه این آقا این رفتار رو داشته میتونه در قانون 90 IPC هم وارد بشه و به معنای تجاوزه. اگه میدونستین که ایشون نمیخواد که با شما ازدواج کنه اصلا میذاشین بهتون نزدیک بشه؟ نه. سوالی نیست عالی جناب. تو حالت خوبه؟ تو گفتی که دکمه های لباست کنده شدن، اما میگی یادت نمیاد اون شب چه اتفاقی برات افتاده بود، درسته؟ پس از کجا میتونی مطمئن باشیم که این اتفاق همون شب برات افتاده؟ عالی جناب، اعتراض دارم. زیر سوال بردن اعتبار یه قربانی تجاوز یعنی توهین به اون فرد. عالی جناب، احتمال داره که قربانی برای قوی تر کردن شواهد خودش دکمه ها رو کنده باشه. این احتمال هست. وکیل سعی دارن موضوع رو وارونه جلوه بدن. جناب وکیل، رسیدگی به پرونده به همین منظوره.
شما که خودتون خوب میدونید توی این دور زمونه جوونا با همدیگه عکس میگیرن، توی شبکه‌های اجتماعی به همدیگه پیام میدن، هدیه دادنم که نشونه رابطه‌شون نیست. بگو ببینم، موکل من خودش به شما گفته بود که میخواد باهات ازدواج کنه؟ اون از شما خواستگاری کرده بود؟ فقط رضایت فرد در مورد ازدواج مهم نیست، رضایت ولی مهمه خانم. عالی جناب، قانون شفاف بیان کرده که قول ازدواج میتونه از عمل و رفتار متهم استنتاج بشه. رفتار متهم از شواهد صحبت‌های قربانی کاملا مشخص و واضحه. شاید، اما وقتی که اصلا در مورد ازدواج با هم صحبت نکردن، چرا باید خواست موکل منو به صورت فرضی بیان کرد؟ من نمیفهمم. این اصلا یه فرضیه نیست. وقتی که دو نفر عاشق میشن قصدشون اینه که با هم ازدواج کنن و این یعنی اعتماد. قضیه فقط اعتماد نیست، ارتباط مناسبم مهمه. عدم ارتباط منجر به چنین فرضیات ساده لوحانه‌ای میشه. از این روز به بعد تا زمانی که مرگ شما را از هم جدا کند، در خوبی و بدی، در ثروت و فقر، آیا شما در تمام دوران زندگی به هم عشق ورزیده و به هم احترام میگذارید؟ اینجا که مناظره تلویزیونی نیست، اینجا دادگاهه. وقتی ادامه میدیم که بتونین نظم دادگاه رو حفظ کنین. ماتان، بهشون گفتم میام یه چیزی میخوریم و کیف میکنیم و بعدش هم میریم. منم گفتم. باشه، ما هم بریم دیگه. خدافظ. بهت زنگ میزنم. خدافظ. خدافظ. بچه‌ها دارن میرن. خدافظ. خب بگو ببینم کی به خونه جدید میریم؟ هفته دیگه میریم حتما. این الان هم یه سری وسیله رو بردیم اونجا. ما دیگه میریم ابین. خدافظ. خیلی خوش اومد. ما هم دیگه بریم. خدافظ. بریم دیگه. چی؟ بچه خوابش میاد. مگه نباید اینو تو اتاقش ببریم؟ ماداوی که رفته؟ جدی؟ خودش رفته؟ مامان جون الان بیا دیگه. مامان بیا. دیگه الان دیر وقته. زنت هم که رفته تو. بی خودی سر مسائل ابتدایی وقت تلف نکن. حواست حسابی به زندگی باشه. خداحافظ خواهر. بریم میبینم. مامان بیا دیگه. خداحافظ. ببریدش خونه دیگه. تو برو دیگه. خداحافظ. خداحافظ. مامان همش زنگ میزنه میگه یادت نره دست گل آویزون کنی. ببینم برای چی؟ خب بعضیا اعتقاد دارن نباید دست گل عروسی دور انداخت. نگران بود نکنه یه نفر دور بندازدش. 4 بار زنگ زده. بذار عکسشو براش بفرستم. خیلی جالبه واقعا. نمیدونستم چه مراسمی پیش رو داریم. هی فکر میکردم تو اینطور مسائل گیر بیافتیم، برای همینم بهت گفتم که بهتره بریم یه جای دیگه، یه جای خصوصی برای خودمون. ببینم نظر تو چیه؟ به نظرت خوب نیست؟ چی شد؟ چرا خمیازه میکشی؟ نکنه خوابت میاد؟ اتفاقا خیلی انرژی دارم. یه عروسی صبح، یکی دیگه صبح، بعدم که یه مراسم عصر داریم. کلی انرژی دارم. خوابت میاد راحت بخواب. ابی جانم، هیچ کدوم اینا برای من آسون نبوده. برای تو این کارو کردم. میدونم. هیچ وقت نمیخواستم انقدر بهت فشار بیارم، باور کن. اما وقتی پای خانواده ها وسط اومد اوضاع از کنترل خارج شد. به هر حال آرزوی ما هم همین بود، البته فقط زمان بندیشون چیزی نشد که میخواستیم. ببینم خوابت برد؟ من جای جدید خوابم نمیبره. عالیه، میخوای برات لامپا رو خاموش کنه؟ یعنی تو خسته نیستی؟ چرا؟ خب منم خیلی خستم، پس بهتره که بخوابیم. اون دیگه چیه؟ ببینم پدر تو هیپی بوده. آره قدیما مد شده بود. تو اینو میشناسی؟ نه. گاتام. اون موقع هم دوروبرش پر خانوم بود. اون بیازاره. اونم نانده و من دوستامونیم. از چیزایی که ویمال گفته بود اون بیازارم نیست. از کجا میدونی حرفای اون راسته ها؟ از کجا باید بدونیم حرفایی که موکلین ما میزنن راسته؟ ما وکالتشونو میکنیم، پولمونو میگیریم و خداحافظی.
ابین اینو ببین. تازه دیروز پوشیدمش اما دکمش کنده شده. خب عزیزم یه وقتایی اینطوری میشه دیگه. نه گوش کن، شاید دکمه‌های لباس دخترم همینطوری شدن. داری کیو میگی؟ آنوشا دیگه. اون بحثو یادته که میگفتی شاید این کار گاتام بوده؟ گفتی شاید گاتام به زور این کارو کرده. ماتو لطفاً پای مسائل دادگاه به خونه باز نکن. فکر کردم سر این به توافق رسیدیم با هم. ببخشید. یهو دیدم فکر کردم بهت بگم. سر صبحی موضوع بهتر از این نداشتی با هم مطرح کنی؟ حالا چرا سرم داد میزنی؟ بودو زودتر حاضر شو بابا. دادم. حالا دیگه دکمه کنده شده نگرانی خانم شده. اونا وقت دادگاه گذاشتن. این مسئله ای نیست. اما اگه دادگاه یه مأمور تعیین کنه باید قبل از قرار بعدی پول اونو بدیم. پولش چقدر میشه خانم؟ لطفا یه دقیقه منو ببخشید. الو خوزه؟ سلام، من به ابین زنگ زدم اما اون جوابمو نداد. ابین الان باید توی دادگاه باشه. فهمیده. چیزی شده؟ من تو ایستگاه پلیس پروکادا هستم. اسکاریا رو یادته؟ همونی که تو چرپونکال زندگی میکنه. پسرش سنه‌ای با دوستاش تو رستوران دعوا کردن. یکی آسیب دیده. میگن زیاد حالش خوب نیستش. آره. تو ثانیه یادت میاد؟ آره. به مراسم عروسی شما اومده بود. بهتون گفت که بهتون یه مخلوط کنه سوجاتا کاتا میده. این همونه. تو میتونی اینجا بیای لطفاً؟ ماتاوی. خوزه اومدن من به اونجا هیچ فایده ای نداره. چرا؟ منظورت چیه؟ اونا حرفای شاهدا رو ضبط کردن. از اونجایی که طبق قانون 161 دستگیر شدن پلیس هم نمیتونه کاری بکنه. باید ببینیم تو دادگاه چی کار میشه کرد. چطور میتونی اینو بگی؟ اون که کاری نکرده. اما ما باید اینو تو دادگاه ثابت کنیم. رویش اینه. پس که اینطور. خیلی خوب بی خیالش میشیم. ببخشید. امروز زود اومدی خونه درسته؟ برای اسم موکل نداشتم. میخواستم برای پرونده اتهام فردا مطالعه کنم. واسه همین خرید کردم و اومدم خونه. ابین یه دوش بگیر و اینا رو خورد کن لطفا. میبینم که غذات هم به راه. چی شده؟ چون برای فردا باید کلی کار کنم. باید آشپزیمو تموم کنم برم سر کارم. میتونستیم از بیرون غذا سفارش بدیم. نه درست کردنش زود تموم میشه. ما تو میگم تو که اصل کاری نداشتی، پس چرا نتونستی بری پیش خوزه؟ اسم دوستت تو لیست شاهدینه. رفتن به اونجا فایده ای نداشت. خب تو اینو میدونی ولی اونا که اینو نمیدونن. برای همینم خوب براش توضیح دادم. خب اما به خاطر اونم که شده میتونستی یه سر بزنی. درست میگن؟ این کار واقعا واجب بوده بین؟ ماتو میدونی من میخوام بگم که اگر با یه وکیل به پاسگاه پلیس میرفتن قطعا اعتماد به نفس بیشتری داشتن. برای همین به تو زنگ زده. ابین تو همین امروز از من خواستی مسائل دادگاه تو خونه نیاریم. منم میخوام همین کارو کنم. تازه فکر میکنم خوزه مشکلی با این قضیه نداشت. اون فهمید من چی میگم. ببین نه ما دقیقا نمیتونیم بدونیم که اون چه برداشتی از این مطلب داشته. مسائل خانوادگی همیشه حساسه. خیلی راحت ممکنه سوء تفاهم شه. خب فقط اگه ممکن باشه که بهش برخورده باشه. امشب همه رو برای شام دعوت کردم که مسئله کاملا حل بشه. همه رو؟ نمیتونستم تنهایی دعوتش کنم، برای همین همه رو دعوت کردم. میتونیم غذا رو از بیرون بگیریم. آخه چرا قبل از این کار با ما هماهنگ نکردی ابی؟ تو خودت گفتی میخوای همه رو برای شام دعوت کنی. گفتم امشب. آخه این چه کاریه؟ پس کی برای پرونده فردا آماده بشم؟ اونا زیاد نمیمونن، ناراحت نشو. تو چطور تونستی ابی؟ من باید همه چیز رو تمیز و مرتب کنم. آنا که همه چیز خوبه. تو تمیز کردن خونه بهت کمک میکنه. بابا یه خورده میخواد؟ آره عزیزم. تو میخوری؟ ممنون. چپاتی؟ بله لطفا. خوزه اون پرونده چی شد ها؟ پسرا رو گرفتن. تو که سانیو میشناسی، پسر اسکاریا. تو رستوران یه دعوای احمقانه کردن. پلیس هم پرونده درست کرده. برای همینم به تو زنگ زدم. آره اما من تو دادگاه بودم. ماتاوی بهم گفت. خودم بهش زنگ زدم. گفت که نمیتونه بیاد. خوزه موکلین من اونجا موکل داشته، نمیتونسته یهویی ول کنه بیاد پیش تو. میفهمی که اشکالی نداره، درک میکنم. ولش کن. اما ما باید بیاریمش بیرون. ما نسبت به خانواده تعهد داریم. اون پسر یکی از ماست.
خیلی راحت میتونیم توی دادگاه تبرئه‌اش کنیم. میتونیم بگیم که اون اصلا اونجا نبوده یا اظهارات شاهدین مغایرت داره. نظرت چیه؟ خب پس چرا اون موقع اونجا نیومدی؟ خب نمیتونستم چون من یه مدعی العموم هستم. ولی میتونیم به این صبر کنه. پدر کوریاکوزه که تو کلیساست اون وکیله، درسته؟ بله. اون کارش خوبه. اونو کاملا یادم رفته بود. اون قبول میکنه. وضعیت پرونده چطوره داداش؟ داره پیش میره خواهر. میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. تو این پرونده کی مقصره؟ من فکر نمی کنم اون پسر اصلا بیگناه باشه. ما که اینو نمیدونیم. ابی حالا بین شما کدومتون برنده میشی؟ امیدوارم طرف حق برنده بشه. اگه تو برنده نشی مردم میگن گذاشته زنش برنده بشه. اگه به بازی منو مسخره میکنن. فهمیدی ببین؟ اون برنجو بده بیاد. من انتظار نداشتم کارت به عنوان دادستان انقدر پیچیده بشه. باورم نمیشه. TW4 ویمال سیریتار. اسم شما چی؟ ویمال. شما تو شرکتی کار میکنین که متهم و شاکی کار میکنن، درسته؟ بله. آیا به نظر شما دوستی اونا فقط یه دوستی معمولی بوده؟ شما حس میکردین که اونا چیزی بیشتر از یه دوست معمولی هستن؟ خب من شایعاتی شنیدم که اونا هم دیگر رو دوست داشتن. فقط شایعه بوده، درسته؟ مردم یه کلاق چل کلاق میکنن اما شایعات که بدون دلیل درست نمیشن، درسته؟ هر جا آتیش باشه حتما دودی هم هست. اونا همیشه تو دفتر با هم بودن، حتی زمان استراحتشون همه تو تعطیلات اونا رو با هم میدیدن. با وجود اینکه شرکت ما سرویس داره اما گاتام عادت داشت همیشه آنوشا رو شب برسونه خونهشون. عالی جناب، شایعات رو نمیشه به عنوان شواهد قبول کرد. تو پرونده های نظیر این برامون اهمیت داره که از نیت متهم با خبر بشیم. از اونجایی که ارتباط این دو با هم نزدیک بوده تمام همکاران اونا عقیده داشتن که اونا عاشق همن. ممکنه یه نفر اشتباه کنه اما همه نمیتونن اشتباه کنن که. درست میگم عالی جناب؟ عالی جناب، شاید اونا با هم دیگه سر کار وقتشون رو میگذروندن اما خونه آنوشا سر راه خونه گاتام بوده. خب سر راهش به خونه اونم میبرده میرسونده. این به این معنی نبوده که اونا عاشق هم بودن. این دختر از یه رابطه حرفه‌ای سالم سوء برداشت داشته. آیا وکیل متهم فکر میکنن در اینجور شرایط دوتا آدم عاشق هم نمیشن؟ صبر کنین. اگه میخوایم به هم دیگه چیزی بگیم بیرون دادگاه این کارو بکنین. اگه وکیل میخواد حرفی بزنه در طی بازجویی این کارو انجام بده. ببخشید علی جناب. آیا شما هم اون شب با آنوشا به آپارتمان گاتام رفتین آقای ویما؟ بله آقا. آیا میتونین بگین که چرا اونجا بودین و اون شب دقیقاً چه اتفاقی برای اون دو نفر افتاد؟ به خونه گاتام رفته بودم تا در مورد پروژه آینده‌ای که داریم صحبت کنیم. اون از ما خواست که به آپارتمانش بریم. اون شب اونجا تنها بود. منم رفتم آنوشا رو از خوابگاهش برداشتم. اونا وقتی داشتن صحبت میکردن یکم نوشیدنی هم خورده بودن. خوردن نوشیدنی دقیقاً فکر کی بود؟ راستش فکر گاتام بود. یعنی شما هیچی نخوردین؟ نه نخوردم چون میخواستم با ماشینم برگردم خونه. پس متهم قصد داشته که آنوشا رو بیحال کنه. لطفاً ادامه بدین. صبح زود فرداش من باید میرفتم سر یه پروژه. داشت دیرم میشد. گاتام پیشنهاد داد که من برم. آیا گاتام طی بحث آنوشا رو مجبور کرد که اون شب چیزی بخوره؟ نه. اما آنوشا گفته که اون این کارو کرده. آنوشا 2 لیوان خورد و میخواست دیگه نخوره اما وقتی که صحبت ما بیشتر شد گاتام بازم بهش تعارف کرد. و بعد؟ آنوشا اولش رد کرد اما بعدش گاتام اصرار کرد، درسته؟ عالی جناب، متهم وانمود کرده که عاشق قربانیه و وقتی که تنها بوده اونو به خونه دعوت کرده و بعد مجبورش کرده نوشیدنی بخوره و از موقعیت سوء استفاده کرده و ویمال رو رد کرده رفته. موکل من که عاشق این پسر بوده اصلا متوجه این حقه نشده. حرف من همین بود عالی جناب، صحبتی ندارم. ویمال، شما گفتین اون شب آنوشا نوشیدنی خورده. گاتام اونو بهش داده بود؟ نه. پس چی؟ آنوشا فقط نوشیدنی خورد. اونم سر راه خریدیم و بردیم همین. خب پس توی آپارتمان گاتام اونو مجبور کرده که از نوشیدنی که خودش خریده بوده بخوره؟ نه.
خب شما آنوشا رو از خوابگاهش بر نداشتین؟ چرا؟ پس اینطور که معلومه قطعا شما از اون خواستین چون با شما اومده با شما هم برگرده، اینطور نیست؟ چرا پرسیدم، اما گاتام گفت که خودش برش میگردونه. اما شما فکر نمی‌کنین کاری که کردین درست بوده؟ شما اونو با یه مرد تنها گذاشتین، اونم با یه کارمند ارشد. حتی اگه اون نمیخواست بمونه چطور باید اینو به گاتام میگفته ها؟ اون که از گاتام نمیترسید و خودش هم زبون داشت حرف بزنه. اصلا حس نکردم برای موندن مشکلی داشته باشه. این یعنی اگه میتونست با شما بیاد خودش میومد، درست میگم؟ بدون علی جنم، من اتهامی که موکلم به خاطرش متهم شده رو کاملا درک میکنم، ولی این موکل من اون شب نوشیدنی رو خورده که در واقع آنوشا اون بطری رو به اونجا برده بوده. بعدا اون فرصت داشته که با آقای بیمار از اونجا بره، اما تصمیم گرفته که بمونه. این رضایت قربانی رو نشون میده. پس وقتی که بعدا رابطه برقرار شده با میل خودش بوده، پس وقتی که هر دوی اونا یه نیت داشتن، چطور موکل من به تنهایی میتونه در این ماجرا مجرم شناخته بشه؟ این انصاف نیست. ایشون دفتر هستن؟ با کی کار داری؟ آقای ابین دفتر هستن؟ مال ایشون دفترم. سلام قربان. مشکل بین شما دقیقاً سر چیه؟ همین قضیه دادگاه اینطور مسائل، ولی اجازه نمیدیم پرونده رو زندگیمون اثر بذاره. پرونده رو فراموش کن، مشکل دیگه ای وجود داره. آره قبلا که اینجا بیام دیدمش. مطمئنی که مسئله دیگه ای نیست؟ فقط یکم، ولی چیز مهمی نیست. وقتی خوزه 2 روز پیش خونه ما اومد، چیزی که اون گفت زشت بود، فقط به خاطر ابین بود که سکوت کردم. اون میتونست از من دفاع کنه اما این کارو نکرد. اون اینو بهتون گفته؟ به نظرتون نمیشه اینجور چیزا رو نادیده گرفت؟ چیزی که اونو اذیت میکنه اینه که قضیه رو نادیده گرفتی. اون به من گفت برای اینکه من بهش اصرار کردم. اون یه مقدار استرس. تعجبی هم نداره که داشته باشه. به جای رفتن به محصل همدیگه رو تو دادگاه میبینین، اونم در 2 سر مخالف یه پرونده. این موقعیت برای همه مشکل درست میکنه. من یه فکری دارم، ما تو به تغییر نیاز داره. یوما داشت میگفت که میخواد شما رو برای شام دعوت کنه، برای بار بعدی بیاین خونه من. خیلی ظریف موضوع رو با خوزه مطرح میکنیم و بعدش هم با صلح حلش یعنی میکنیم. میگید باید همین موضوع رو بگیم؟ اینطوری که بدتر میشه. من تو ازدواج تجربه‌ام از تو خیلی بیشتره پسر جان. این چیزا رو میشه سریع حل کرد. یه خورده منو قبول داشته باش، قضیه آسون حل میشه. باشه. گوشت گاو نمیخوریم؟ خیلی خوشمزه تو است. که میدونی اون نمیخوره، اینقدر سر به سرش نذار. این مرد با اذیت کردن گیاهخوارا خودش رو سرگرم میکنه. میخوای برام برات نوشیدنی درست کنم؟ نه میخوام رانندگی کنم. مگه تو برچسب وکالت رو ماشین نداری؟ دیگه مشکلت لطفاً چیه؟ بهش اصرار نکن. درست این نوشیدنی گرونه، ولی ما تمومش میکنیم. خب معلومه. البته این از کجا آمده؟ کادو برای خانوممه. تنها کار خوبی که تو 2 سال یه بار میکنه همینه دیگه. ببین هیچ کس رو ندیدم مثل تو از شوهر خواهرش سود برده باشه. یا حالا که حرفش شد، خوزه چطوره؟ کار بارش خوب است؟ بهش بگو یه رستوران هم اینجا باز کنه، اینطوری ما مشتری ثابتش میشیم. شوخی نمیکنم ها، این کارو بکنه. خب اون آدم خاصیم. درسته ما تو؟ چی؟ خوزه میگم آدم خیرخواهی نیست؟ شاید باشه اما حرف زدنشو بلد نیست. تو چی گفتی ما تو؟ اون نمیدونه چطوری حرف بزنه. ولی البته اون یه خورده گستاخی خاص خودشو داره. با این حال آدم بدی نیست. خب ما که نمیتونیم آدم ها رو تغییر بدیم، درسته؟ تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که خودمون رو طبق شخصیت یه نفر انطباق بدیم، و که نه؟ این کار برای من آسونه اما ابین نمیتونه، همیشه طرف اونو میگیره. من اصلا طرفداری نکردم. دیپلماسی. من بهتون نگفتم یک کلمه هم زده اون حرف نمیزنه. ببینید قربان، خوزه گفت که من باید برنده این پرونده بشم، نمیتونم اونو مقصر بدونم. تو پرونده‌های قانون 375 دادستان معمولا میبره، مگه اینکه وکیل متهم خیلی خیلی قوی باشه. پس بگو نظرت اینه.
تو فکر میکنی وکیل اون ضعیفه؟ آره؟ بی خیال ماتو، منظورش که این نبود. اتفاقا دقیقا منظورش همین بود. به این تنه زدن عادت دارم. تو این کار مرد غالبن و این حرفا برای من جدید نیست، اما نمیتونم این حرفا از طرف همسرم قبول کنم. تو چی داری میگی؟ منظور من اصلا این بود آخه. الان از سر لجبازی داری حرف میزنی بابا. یعنی میگی من لجبازی میکنم؟ کاملا بدون شک. همیشه فکر میکنی کسی تو رو جدی نمیگیره و مشکل تو دقیقا همینه. این تویی که لجبازی میکنی ابی. میدونی چیه؟ تو برای جایگاه دادستانی به اون مدیونی، برای همینه که نمیتونی جوابشو بدی. حالا که اینطوری شد نمیذارم برنده این پرونده شی. بهت نشون میدم که با همین تجربه کمم برنده پرونده میشم. اگه تو این پرونده برنده شی من از کار دادستانی استعفا میکنم و برمیگردم به دفتر خودمون. اینو بدون. నెలవంక కనరాదు నేడు మౌనంగా మరుగైంది చూడు చీకటిని తరిమేసే వెన్నెలనే వెలివేసే ఈ భూమి తప్పించే నీకై వెన్నెలలు పొందునా కడలి నడుమ అలల జడిలో నావదరి చేరునా పయనమిక సాగేనా గమ్యమిక కలయేనా నీటిపై రాతలాగా మాటలిక మూగబోవును నెలవంక కనరాదు నేడు మౌనంగా మరుగైంది చూడు عزیزم، سالگرد فوت مادر بزرگ روز 11 شما دوتا نمیان؟ البته مامان حتما میان. నువ్వు నాకు తోడై నిలిచిన గతమే మారిగా కోరుకున్న ప్రేమే నేడు الو شما موافقت کردی؟ یه دیدار اورژانسی با یه موکل دارم. این وقت شب؟ نمیخواد تنها بری، من میام میرسونمت. مشکلی نیست ابی، دیدار ما رسمیه. حرفه ما اینجوریه دیگه، روز و شب اصلا سرش نمیشه. నింగిలో చందమామ భూమి చెంత చేరలేదుగా PWC اوشا کوماری. اوشا کوماری؟ بله، کار شما چیه خانم؟ من نظافتچی آپارتمان اون آقا پسر هستم. همون آقا پسری که اونجاست؟ شما اون روز دیدین که آنوشا از خونه ایشون خارج بشه بره؟ بله. ممکنه برامون توضیح بدین؟ از طبقه ششم بلندتر بگین لطفا. من منتظر بودم که آسانسور از طبقه ششم پایین بیاد. دیدم که این دختر از آپارتمان ایشون خارج شد. قبل از اینکه از خونش بره من اون دختر رو اونجا دیدم. من با اون توی آسانسور بودم. خب پس شما حتما اون روز متوجه شدین که ایشون داشتن توی آسانسور گریه میکرد؟ نه، به نظر کاملا خوشحال بود. اما اظهارات شما به پلیس کاملا متفاوته. شما گفته بودین تو آسانسور گریه میکرده. پلیس وادارم کرد که اینا رو بگم آقا. اون وقت چطوری بخش خداحافظی کردن اونا دم خونه رو جا انداختین؟ اینو که پلیس بهتون نگفته بود به هیچ کس نگین نه؟ فکر کنم اون موقع یادم رفته بود به پلیس بگم. خیلی خوب، حرفی ندارم آلی جان. وقتی شما دختر رو دیدین این لباس تنش بود اوشا؟ بله خانم، اتفاقا خیلی هم بهش می اومد.
شما متوجه شدین که لباس اون پاره شده، چروک شده یا دکمه‌های اون کنده شده باشه؟ نه ندیدم. شما متوجه نشدین یا اینکه این اتفاق نیفتاده بود؟ من مطمئنم که اون لباس کاملا سالم بود. عالی جناب، شاهد اطمینان داره که لباس آنوشا وقتی که آپارتمان گاتامو ترک میکرده سالم بوده. پس این اتفاق چطور افتاده؟ من مطمئنم عالی جناب که قربانی مدارک و دستکاری کرده تا پرونده متهم قطورتر بشه. جناب قاضی، اظهارات قربانی خیلی مهم هستند، البته تا زمانی که عقلانی و قابل باور باشن. اما در اینجا شواهد اتهام قابل اطمینان نیست و پر از تناقضاته. اظهارات تناقض دارن و درخواست دارم که دادگاه اینو در نظر بگیره و از موکل من رفع اتهام کنه. عالی جناب، میخوام دوباره با شاهد صحبت کنم. نه جناب قاضی، دادستان قبلا این کارو کردن. یکی از مواردی که شاهد گفتن نیاز به بررسی بیشتر داره. اگه ممکنه این لطفو در حق من بکنین. میتونین ادامه بدین. شما این لباس رو به خوبی به یاد دارین نوشا. این شال هم دیده بودین نه؟ اون لباسی که تنش شما بود. این لباس رو حتما به خوبی به یاد دارین. این شال هم دیده بودین درسته؟ بله دیدم. لطفاً به سوال من جواب بدین خانم. آیا شما این شال رو دیده بودین یا نه؟ جواب بدین. به نظر شما اگر لباسش آسیب دیده بود این شال رو نباید میپوشید درسته؟ اولین باره که به دادگاه میایم خانم؟ بله آقا. از حواستون هست تک تک کلماتی که توی دادگاه استفاده میکنین و به زبان جاری میکنین برای ما اهمیت داره؟ پس باید اینو بدونین. هر چیزی توی دادگاه یه رویه خاصی رو دنبال میکنه. آیا وکیل به شما از قبل نگفتن اینجا چطوری رفتار کنین و چطوری باید جواب منو بدین خانم؟ بله ایشون به هم گفته بودن. این شاهد توسط موکل آموزش داده شدن عالی جناب. اظهارات شما بر اساس چیزایی بود که وکیل به شما گفته بودن؟ شما خجالت نمیکشین که از شاهد به عنوان عروسک خیمه شب بازی استفاده میکنین؟ دادگاه برای این اینجا نیست که سرش کلاه بذارین. باید از وکیل تعریف کنم که چطوری تا اینجا پرونده رو کشونده. این شاهد شایستگی شهادت ندارن عالی جناب. تمایل دارم دادگاه این اقدام رو به عنوان تلاشی مذمومانه توسط وکیل برای بی‌اثر کردن شکایت موکل من و درخواست ایشون بدونه. همین عالی جناب. جلسه بعدی دادگاه در 11 اکتبر خوبه؟ بله عالی جناب. نه عالی جناب. چیه؟ نکنه وقت بیشتری میخواین که یه شاهد دیگر گول بزنین؟ اون روز یه مراسم خانوادگی داریم. مگه شما عضوی از خانواده ایشون نیستین؟ من اون روز رو یادم رفته بود. دادگاه بعدی در تاریخ 15 اکتبر برگزار میشه. నెలవంక కనరాదు నేడు మౌనంగా మరుగైంది చూడు చెలి కోపానికి ఒక్కసారి నవ్వితే చాలని కోరే నామది మనసులో ప్రేమ భాసలో మాయవేనాడు గొడవలతో కరిగిపోవుగా ఆగదు కాలం మనమింక ఒకటైతే ఎనలేని ఆనందం మాటలే మోగబోవు నువ్వు నా చెంత చేరితే నెలవంక కనరాదు నేడు మౌనంగా మరుగైంది చూడు చీకటిని తరిమేసి వెన్నెలని వెలివేసి విలువలేని కవితలెప్పుడు మన్ననలు పొందునా కడలి నడుమాలల జడిలో నావదరి చేరునా میخوام که هرچه سریعتر سایرا رو ببینم آقا، چون
باید بهش بگیم که توی دادگاه باید چطوری صحبت کنه. بله، همین الان باش تماس میگیرم. به نظرتون حکم نهایی گاتام ممکنه چی باشه؟ تا 10 سال زندان یا حتی شاید حبس ابد. بستگی داره. من میتونم شکایتمو پس بگیرم؟ نمیشه چنین شکایتی رو پس گرفت. اصلا برای چی میخوای این کارو بکنی؟ اون بحثا توی دادگاه دیگه تحملشو ندارم. اما هویت تو فاش نمیشه دختر جون. لطفا نگران نباش. من درک میکنم چه حسی داری چون شاهد تقلای تو بودم. اما پس گرفتن شکایت تو به درد نمیخوره. اینطوری خیلی از زنای دیگه شکایت نمیکنن. سایرا گفت هر وقت بخواین شما رو میبینه. باش. گاتام گفته سایرا میتونه باعث پیروزی یا شکست ما تو این پرونده بشه. میخوام تو باهاش حرف بزنی. ولی خب شاید اون به حرف من گوش نکنه. مگه اون دوست تو نیست؟ خب حقیقت رو بهش بگو. اگه نتونی اونو قانع کنی پس چطوری میخوای بقیه رو قانع کنی؟ قضیه به این سادگی ها نیست. مشکل چیه؟ وقتی داری حرف میزنی به من نگاه کن. به هم بگو مشکل چیه؟ مگه من باید همه چی به تو بگم آخه؟ بله باید بگی. یادت باشه الان من تنها کسی هستم که میتونه نجاتت بده. حالا بازم نمیخوای بگی نه؟ بهم بگو. آنوشا، من میدونستم که اون عاشق من بود. ببینم تو اینو به سایرا گفتی؟ این خود سایرا بود که قضیه رو به من گفت. ولی خواهر، من فکر نمی کردم که این برامون درد سرساز بشه. من کسی گول نزدم. پس ما چی؟ من از محبت که آنوشا لذت می بردم، اما فکر نمی کردم که اون حرفاشو جدی بزنه. اتفاقی که اون شب افتاد من براش نقشه نکشیده بودم. این دو طرفه بود. حرفمو باور کن. این دادگاهی که باید حرف تو رو باور کنی. اگه قبول کنم که باش ازدواج کنم رفع اتهام میشه. خجالت آوره. خواهش میکنم نجاتم بده. از آنوشا میخوام که منو ببخشی. نه تنها آنوشا، از دست هیچ کس کاری بر نمیاد. کاری که تو کردی و نمیشه با یه معذرت خواهی تموم کرد. با سایرا تماس بگیر. بذار ببینه داری گریه میکنی. الان سرنوشت تو توی دستای اونه. تو شاهد حال روحی آنوشا تا الان بودی و شما دوست هر دوی اینا هم هستی، درسته؟ شهادت سایرا خیلی تو این پرونده میتونه مهم باشه. پس ما باید حتما خیلی مراقب باشیم. میفهمی که میتونی بگی بعد از اینکه آنوشا به خوابگاه برگشت چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که داخل اتاق رفتم دیدم که آنوشا میخواد خودکشی کنه. من تیغو از دستش گرفتم. خیلی بهش اصرار کردم که به هم توضیح بده چی شده، اما اون مقاومت کرد. تو گاتامو از دوران کالج میشناسی، درست میگم؟ من راجع به روابط گذشته شما سوال میپرسم. خب عالی جناب، لطفاً اجازه پرسیدن همچین سوالات بی‌معنی رو ندی. به نظر من که مرتبط. عالی جناب، دونستن شخصیت متهم برای ما خیلی مهمه. میتونین ادامه بدین. ممنونم عالی جناب. لطفاً پاسخ بدین. از اونجایی که شما اونو میشناختین اون با چند تا دختر در ارتباط بوده، درسته؟ بوده.
اما اون در مورد هیچ کدوم از این روابط اصلا جدی نبوده بوده؟ نه نبوده. پس اون کسی نیست که بتونه رابطه یا جدی بگیره. درست میگم؟ ما بحث عدم تعهد گاتامو به رابطه هاش پیش میکشیم. اینطوری به مهمترین سوال جلسه دادگاه میرسیم که پس شما باور دارین که آنوشا عاشق گاتام بوده و میخواسته با اون ازدواج کنه خانم سایرا؟ خب بله. آیا گاتام وانمود نکرده بود که اونو دوست داره تا کاری کنه که باور کنه باهاش ازدواج کنه؟ اینو دیگه من نمیدونم. میخواین من سوالمو دوباره تکرار کنم؟ نه شنیدم چی گفتی. جواب این سوالو من نمیدونم. یعنی گاتام همیشه نمیدونسته که آنوشا دوست داره باهاش ازدواج کنه؟ آره؟ من اینو نمیدونم. آیا شما خودتون اینو به گاتام نگفتین؟ نه من نگفتمش. جناب قاضی، شاهد به این سوالات جواب دادم. خیلی خوب باشه. سوال دیگه ای هم دارین؟ مجبورتون کردن اینجوری جواب بدین؟ دادستان پا از حد فراتر نذارین. همین عالی جناب. رابطه شما با آنوشا چطوره سایرا؟ ما دوست و هم اتاقی هستیم خانم. آنوشا دختر لجبازیه؟ اعتراض دارم عالی جناب. عالی جناب، شناختن شخصیت قربانی به اندازه دونستن شخصیت متهم مهمه. بهمون بگو. خب اون یه وقتایی لجبازی هم میکرد. بگو ببینم آنوشا با نگهبان خوابگاهتون مشکل داشته؟ چه مشکلی؟ اون همیشه دیر از سر کار به خوابگاه برمیگشت. چند بار که تکرار شد نگهبان ازش خواست که خوابگاه رو ترک کنه و بره. بعد از اون سر وقت میومد؟ نه. نگهبان هم چیزی نمیگفت؟ این خوابگاه مجوز تجاری نداره خانم. آنوشا هم میگفت میخواد بره از خوابگاه شکایت کنه. اینطوری شد که نگهبان دیگه اونو اذیت نکرد. خب پس این یعنی اگه آنوشا تحریک بشه هر کاری ممکنه انجام بده، درسته؟ عالی جناب. ادامه بدیم. ممنونم عالی جناب. وقتی آنوشا خواست خودکشی کنه شما کجا بودی؟ من رفته بودم اتاق یکی از دوستان. خب به نظر شما اگه به موقع نمی اومدید اون واقعا خودشو کشته بود؟ خب پس خیلی شانس آورد. سایرا تو چطوری وارد اتاق شدی؟ مجبور شدی درو بشکنی؟ در اتاق قفل نبود خانم. یعنی اون سعی کرده بود بدون اینکه درو قفل کنه خودکشی کنه؟ خیلی خوب. ببینم وقتی شما آنوشا رو دیدی اون غرق در خون بود؟ نه اون با یه تیغ رو تخت نشسته بود. یعنی هیچ جراحتی نداشت؟ نه. پس این در واقع اقدام به خودکشی نبوده، اما شما سر وقت به اتاق رسیدین نه؟ عالی جناب، اجازه بدین 2 تا دلیل بیارم که بگم اون اقدام به خودکشی جعلی فقط به خاطر ناامیدی محض بوده. آنوشا امیدوار بوده که سایرا به اتاق برمیگرده و اونو توی تخت با تیغ میبینه و اینطوری میره با گاتام در موردش حرف میزنه، یا اینکه میخواسته سایرا اونو با تیغی که توی دستشه ببینه تا اینطوری شواهد قوی علیه گاتام جمع کرده باشه. اعتراض دارم عالی جناب. جناب قاضی همونطور که شاهد بیان کردن قربانی آدم لجبازیه، پس اینم یه احتماله. همین عالی جناب. آیا دادستان باز هم شاهدی دارن؟ نه، شاهدین ما تمام شدن. آیا وکیل متهم باز هم شاهدی دارن؟ خیر عالی جناب. پس پرونده 313 به 23 اکتبر موکول میشه. در همون روز بقیه مباحث پرونده رو میشنویم. ممنونم عالی جناب. ماتو میدونستی گاتام فقط به خاطر تو با سایرا حرف زد؟ به خواست خدا اون حرفشو عوض کرد. نگران نباشین عمو جان، امروز دادگاه به نفع ما بود. الان عمه خونه تنها نیست. چرا؟ پس خداحافظ. حالا ابیم چی میشه؟ اگه من بودم همین امروز این پرونده رو میبستم. علیرغم آموزش من شاهد حرفای خودش رو عوض کرده بود. وکیل اونطوری که فکر میکردیم نبود.
این همه کار کرد یکی مثل اونو نجات بده. ایدئولوژی ما نباید روی حرفه ما اثر بذاره. هرچی باشه ما حرفه‌ای هستیم. یعنی به من زنگ زدین که بیام کار اونو برام توجیه کنین؟ من نمیخوام طرف کسی رو بگیرم، نمیخوام پادر میونی کنم، اما بذار یه چیزی رو واضح بهت بگم. این پرونده به زودی تمام میشه. اجازه نده که این زندگی تو داغون کنه. تا کی میخواین از هم دیگه جدا بمونین ها؟ متهم در جایگاه قرار بگیره. خواهش میکنم سوالات منو دقیق پاسخ بده. آیا حرفای شاهدین رو فهمیدید؟ فهمیدم آقا. آیا شما عاشق قربانی این پرونده بودید؟ نه آقا. شما قول دادی که باهاش ازدواج میکنی، درسته؟ نه آقا. در تاریخ 24 می سال 2019 تو با شاکی رابطه عاطفی داشتی؟ بله. آیا وادارش کردی که نوشیدنی بخوره؟ نه آقا. آیا میدونستی که قربانی دل داده و عاشق تو شده؟ هر وقت یه سوال علیه بگو نه یا بگو نمیدونم. حتی اگه با حق یکی نمیشه. نه نمیدونستم. خب حرف دیگه ای هم داری بزنیم؟ جناب قاضی، آنوشا دوست من از قصد اونو اغفالش نکردم. لطفاً باور کنید. آیا مایلی حرف دیگه ای بزنیم؟ بله عالی جناب. عالی جناب، وقتی من برای اولین بار موکلم رو دیدم، اون یه سوال از من کرد و گفت اون میدونسته که من عاشقشم، پس چطور تونسته چنین بلایی سر من بیاره؟ بحثای این بین مثل این که آیا فرد متهم بهش قول ازدواج داده یا نه، یا اینکه عاشق بودن یا فقط دوست بودن ربطی نداره. فقط سوالی که موکل من پرسید تو گوشم طنین میندازه. جواب اون نباید از طرف دادگاه باشه، بلکه ضمیر متهم باید جواب بده. وقتی ضمیر فردی وجدان به خرج نده، قانون میاد وسط و در چشمان قانون متهم گناهکار قربان. متهم طبق قانون IPC 415 بند 375 جرمی مرتکب شده. دادگاه باید یه چیزو به صورت خیلی خاص در نظر بگیره. چه رأی امروز صادر بشه یا نشه، بدون شک روی جامعه اثر خیلی زیادی میذاره. علیرغم اینکه قانون پشت خانم هاست، تعداد زنایی که اغفال میشن خیلی بیشتر از حد تصور ماست و ساکت موندن اونها در این مسئله دلایل خیلی زیادی داره. امروز نباید تصمیم برای حرف نزدنشون رو تقویت کرد. عالی جناب، من از شما تقاضا دارم به خاطر آنوشا و خیلی آنوشاهای دیگه دادگاه محترم متهم رو متجاوز قلمداد کنه و برای اون اشد مجازات رو در نظر بگیره. عالی جناب. جناب قاضی، ماده 14 قانون اساسی هند برای زنها و مردها تساوی قائل شده و از حفاظت یکسان قانونی هم برخوردار هستند. اما آیا جامعه ما به این ارزش‌ها پایبنده؟ برای مثال وقتی که زن بگه جنسیت مایه برتری نیست، جامعه برای اون دست میزنه، اما اگه یه مرد اینو بگه، همین گفته در همین جا سرزنش میشه. زمانی که اینجا به موکل من برچسب مجرم زدن، اون کاری بیشتر از کاری که قانون به زن اجازه میده رو انجام نداده. پس این تبعیض برای چیه؟ وقتی دو نفر یک کار رو با یه نیت مشترک میکنن، چطور میشه که به یکی از اونا برچسب متهم زد؟ عالی جناب، من زن سالارم. همین کلمه میگه که من برای یه مرد، زن یا هر کس دیگه ای آرزو دارم که یه رفتار صورت بگیره. زنایی مثل من هر روز برای مساوات می جنگن، اما حتی یه مردم تو این وسط از حق حقوق خودش نمیگذره. اگه زنی از قانونی که برای حفاظت از ما وضع شده سوء استفاده کنه، یه فرد بیگناه مجازات میشه.
اون وقتی که جامعه ما رو توبیخ میکنه. پس این وظیفه هر زنیه که اطمینان حاصل کنه که از قانون سوء استفاده نمیشه. عالی جناب، این شکایت سعی داره از قانون سوء استفاده کنه و موکل منو متهم کنه. من نمیخوام این اتفاق بیفته. جناب قاضی، از دادگاه درخواست دارم که با توجه به شواهد موجود و شهادت شاهدین این اتهام رو رفع کنه و نسبت به موکل بیگناه من بخشش داشته باشه. خواهش میکنم. دادگاه تا صدور رأی تمام میشه. رأی دادگاه تاریخ 4 نوامبر اعلام میشه. AC 192 16. چی شده؟ مادهو، اگه ممکنه میخوام باهات صحبت بکنم. مادهو، این یه دعوای خودخواهانه بین تو و ابینه. به نظرم اومد که باید تو همون دادگاه باقی بمونی. اما اگه تا حالا این قضیه رو نادیده گرفته بودم، از روی خودخواهیم بوده. لازم نیست احساس گناه کنی. مادهو، من نمیدونم گاتام بیگناهه یا نه. راستش دوست دارم بدونم. من خواهرشم و باید ازش محافظت بکنم. همه توی این موقعیت ها خودخواه میشن و درستم است. اما اگه این کارم بخواد روی تو اثر بذاره، نمیتونم خودمو ببخشم. زندگی خودتو برای نجات برادر من حروم نکن. این کار احمقانه است. این پرونده تموم شد. لطفاً با ابین آشتی کن. از دفتر بهش زنگ میزنم که دوباره سر کار برگرده، اما اون به حرف من گوش نمیده. ما که کار بدی نکردیم میخوایم پنهانش کنیم. امکانش هست پیش از موعد از رأی مطلع بشیم؟ ما نهایت کاری که میتونستیم ما انجام دادیم. الان دیگه همه چیز زیر دست قاضیه. خدا بخواد خیره. میخوام با آنوشا تنهایی حرف بزنم. نه البته. به خاطر رأی دادگاه نگرانی؟ ما دوتا خیلی به هم شبیهیم. برای بردن این پرونده ما هر دومون باید فردی که دوست داریم از دست بدیم. دیگه کاریه که شده. هیچ چیز به جز بردن برام مهم نیست. قضیه سر بقای منه. برای ماتاوی هم همینطوره. من میدونم. اما موارد غیر منتظری که از این پرونده دریافت کردم این بود که سایرا یه حرفشو عوض کرد. من دیدم قبل از اینکه سایرا به جایگاه بیاد ماتاوی خیلی نگران بود. وقتی که سایرا حرفشو عوض کرد دیدم که ماتاوی شوکه شد. ما وکلا اصلا به پاسخها فکر نمی کنیم، بلکه دنبال پاسخهایی هستیم که پاسخهایی که دنبالش هستیم و به ما بده. خب حالا اینجا سوال درست چیه؟ اینکه چرا سایرا حرفاشو عوض کرد، یا اینکه اگه بخوام بهتر بگم کی باعث شد سایرا حرفاشو عوض کنه. من قضاوتت نمی کنم، مجبورم نیستم چون تو موکل منی. اما چیزایی هست که میخوام بدونم. مگه نپرسیدی میتونم شکایتمو پس بگیرم یا نه؟ چرا پرسیدی؟ پرسیدی برای گاتام چند سال میبرن. چرا پرسیدی؟ نمیدونم. خودم هم واقعا نمیدونم. وقتی اون گفت با هم ازدواج نمیکنه بهش عجز و التماس کردم، اما اون حتی به حرفم گوش نمیکرد. اون زمان واقعا از دستش عصبانی بودم. وقتی پدرم مجبورم کرد که برام به خاطر اقبال ازش شکایت کنم، من به چیز دیگه ای فکر نکردم. میدونم اون حرف منو درک نکرد، اما با خودم گفتم با این کار شاید بهتر منو درک کنه.
اگه میشستیم و حرف میزدیم تا قضیه رو حل و فصل کنیم شاید اوضاع جور دیگه ای میشد. حتی اگه شما برنده این پرونده بشین باز همسرتون پیشتونه، اما وقتی شکستش رو ببینین میتونین خوشحال باشین. خب منم دقیقا همین حس رو دارم. برای همین از سایرا خواستم که حرفش رو حوض کنه. من خیلی متاسفم، خیلی متاسفم. ماتو ابین برو کنار. منو نگاه کن لطفا. لطفا برو کنار. یه لحظه منو نگاه کن ببینم. برین کنار لطفا، برین کنار. کنار. AC 1398 19. متهم حضور دارن عالی جناب. این پرونده از طرف دادستان بسیار خوب دنبال شد. همینطور وکیل متهمم به خوبی عمل کردن. دادگاه از هر دوی اونها تشکر میکنه. به سراغ رأی این پرونده میریم. در میان اتهامات عنوان شده اتهام ذیل طبق قانون IPC 415 دادستان نتوانستند شبهه اغفال قربانی توسط متهم را به اثبات برسانند. با این حال دادگاه نمیتواند واقعیت تجاوز به قربانی در زمانی که هوشیار نبوده را نادیده بگیرد. قربانی حال درستی نداشته و رضایت ایشان دستکاری شده به حساب می آید. بنابر اظهارات قربانی و شواهد موجود این موضوع دادگاه دریافت که متهم طبق قانون IPC 375 مرتکب جرم شده و حکم ایشان 10 سال حبس با اعمال شاقه و جریمه 50,000 روپیه‌ای خواهد بود.
ماتو؟ تو حالت خوبه؟ هیچ کار دیگه نمیتونست ما رو تو همچین موقعیتی قرار بده. هیچ درست و غلطی نیست. نفس آدم به کار نمیاد. همه فقط برای ما یه موکل حساب میشن. به نظرت درست و غلط اصلا وجود داره یا نه؟ به نظرت فقط دیدگاه آدما نیست؟ در واقع هیچ سیاه و سفیدی نیست. همه چیز خاکستریه. فقط همین. دیگه باید بهش عادت کنیم. چاره‌ای نداریم. الان از این ناراحتی که گاتام متهم شد یا چون پرونده رو باختی؟ کدومش درسته؟ هر دوش. میخوام یه چیزی بپرسم. دفاع من اونقدری که فکر میکردی ضعیف بود؟ اوه نه، خیلی ترسناک بود واقعا. نقشه بعدی چیه؟ خب معلومه، دادگاه عالی. پس برو زندگی یه نفر دیگر رو به جهنم تبدیل کن. من که هیچ وقت بدون جنگ تسلیم نمیشم. مگه من قبلا بهتون نگفتم اینجا دادگاه و خونتون نیست؟ این رفتار رو تو دادگاه من تحمل نمی کنم. اگه مسئله شخصی دارین که باید حل کنین بیرون حل کنین. ببخشید عالی جناب.